حادثه عجیب و باور نکردنی به جان عالی انصاری در کشور امریکا. گریه‌های حسام فرزان، دو استمکار با عاشقش. رابطه میان حسام فرزان و عالی انصاری چگونه است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی عالی انصاری با حسام فرزان که اصلا باورتان نخواهد شد. این دو جوان اکنون در کجا هستند و در چی وضعیته؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. عالی انصاری، هنرمند جوان با استعداد، موفق و مطرح افغان که در میان مردم افغانستان با سرودن آهنگ‌های ریمیکس با هنرمندان چهره دست افغان شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد. در یک خانواده هنری بزرگ شده است. تمامی اعضای خانواده عالی انصاری هنرمند هستند. عالیه بعد از جدا شدن از همسر اولش به طور مسلکی به هنر موسیقیش پرداخت. آهنگ‌های بیشماری سرود. این روزها تصاویر عالی انصاری در صفحات مجازی نشر می شود که در جریان برگزاری کنسرت‌هایش در امریکا توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. اما تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست. اما رابطه عاشقانه میان عالی انصاری و حسام فرزان از هم پاشید. حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و مصروف کارهای هنری و تحصیلیش است. اما عالی انصاری سرگرم برگزاری کنسرت‌هایش در سرتاسر جهان است. تاکنون این خبر از طرف دوستان و خانواده عالی انصاری تایید نشده است که در کشور امریکا بالای جان عالی انصاری حمله شده است. ولی من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای تک تک از این هنرمندان خوب کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عالی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو شما هم علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.